تو بازه 20 تا 160 میلیون تومان بهترین لپتاپ‌های تو هر رنج قیمت چیا هستن؟ لپتاپ شماره 1 تو رنج قیمت 20 تا 30 میلیونی، لپتاپ لنوو V15 G4 با مشخصات کورای تیری 1315U، 10 مگابایت کش، فرکانس پردازنده 900 تا 4.5، 6 هسته‌ای 8 رشته، 16 گیگابایت رم DDR4 با سرعت 3200 مگاهرتز، حافظه 256 SSD، گرافیک UHD آنبورد، صفحه نمایش پنل TN 60 هرتز با حداکثر روشنایی 250 نیت. معمولا این صفحه نمایش‌ها دامن رنگ مناسبی ندارن. در کل خیلی چیز خوبی نیست، خیلی نمیخواد حالا سمتش برین. خواستم حالا تو این بازی قیمتی یه لپتاپی رو معرفی کرده باشم. برای کاری خیلی سبک حالا وبگرد این داستانا شاید بد نباشه. بازه 30 تا 40 میلیونی، لپتاپ ویوو بوک NJ205V کورای 5 1335U با فرکانس پردازنده 1.7 تا 4.6، 12 مگ کش، 10 هسته‌ای 8 رشته، 16 گیگ رم DDR4، فرکانس رم 3200 مگاهرتز، 512 گیگ حافظه داخلی SSD M2، گرافیک آنبورد آیریس XE، صفحه نمایش IPS فول HD 60 هرتز. بازه 40 تا 50 میلیونی، تو این بازه میخوام دو تا لپتاپ معرفی کنم. لپتاپ لنوو آیدیاپد اسلیم تری، CPU کورای 7 13620H، فرکانس پردازنده 1.8 تا 4.9، 24 مگ کش، 10 هسته‌ای 16 رشته، رم 16 DDR5 M2، گرافیک آنبورد UHD، صفحه نمایشش IPS فول HD 60 هرتز با 300 نیت روشنایی. لپتاپ دومی ایسوس مدل ویوو بوک NJ379 کورای 7 1355U با فرکانس پردازنده 1.7 تا 5 گیگاهرتز، حافظه کش 10 مگابایت، 10 هسته‌ای 12 رشته با 16 گیگ رم DDR4، سرعت 3200 مگاهرتز، حافظه داخلی 1 ترابایت SSD M2، گرافیک آیریس XE، صفحه 15.6 اینچ TFT LCD فول HD 60 هرتز. بازه 50 تا 60 میلیون، لپتاپ ایسوس تاف گیمینگ A15، CPU AMD Ryzen 7 7435HS با فرکانس 3.1 تا 4.5، حافظه کش 16 مگ، 8 هسته‌ای 16 رشته، رم 16 DDR5 با فرکانس 4800 مگاهرتز، حافظه 1 ترابایت SSD، گرافیک RTX 2050، 4 گیگ هستش گرافیک، صفحه نمایش IPS فول HD 144 هرتزی، صفحه کلید با نورپردازی RGB. اینجا قشنگ شد. بازه 60 تا 70 میلیونی، لپتاپ لنوو LOQ 15IA X9 i5 12450HX، فرکانس پردازنده 1.8 تا 4.4، 12 مگ کش، 8 هسته‌ای 12 رشته، رم 24 DDR5، حافظه داخلی 512 SSD NVMe، گرافیک 4050 6 گیگ، صفحه نمایش IPS فول HD 144 هرتزی، پوشش رنگی 100% sRGB. خب بریم بازی 70 تا 80 میلیونی، لپتاپ ایسوس ویوو بوک پرو 15، CPU کور اولترا 7 155H، فرکانس پردازنده 1.4 تا 4.8، 24 مگ کش، 16 هسته 22 رشته، مجهز به NPU، رم 16 DDR5 با فرکانس 5600 مگاهرتز، حافظه داخلی 1 ترابایت SSD NVMe، گرافیک RTX 3050 6 گیگ، صفحه نمایش OLED فول HD 60 هرتز، روشنایی 600 نیت، پشتیبانی از HDR، پوشش رنگی 100% sRGB. بازه 80 تا 90 میلیون تومانی رو میخوام با دو تا لپتاپ معرفی کنم. لپتاپ اولی لپتاپ ایسر نیترو V15 کور i9 13900H، فرکانس پردازنده 2.6 تا 5.4، 24 مگ کش، 14 هسته‌ای 20 رشته، رم 32 DDR5 با فرکانس 4800 مگاهرتز، حافظه داخلی 512 SSD NVMe، گرافیک 4050 6 گیگ، صفحه نمایش IPS فول HD 144 هرتزی، حداکثر روشنایی 300 نیت. لپتاپ دومی لنوو LOQ 15AH P9، CPU AMD Ryzen 7 8845HS، فرکانس پردازنده 3.8 تا 5.1، 16 مگ کش، 8 هسته‌ای 16 رشته، رم 16 DDR5 با فرکانس 5600 مگاهرتز، حافظه داخلی 512 SSD NVMe، گرافیک RTX 4060 8 گیگ، صفحه نمایش IPS فول HD 144 هرتزی با روشنایی 300 نیت با پوشش رنگی 100% sRGB. خب بازه بعدی بازه 90 تا 100. به به رسیدیم به 100. لپتاپ ایسوس تاف گیمینگ
15 کورای 7 13620H، فرکانس پردازنده 1.8 تا 4.9، 24 مگ کش، 10 هسته‌ای 16 رشته، رم 32 DDR5 که قابلیت ارتقا هم متاسفانه نداره، حافظه داخلی 1 ترابایت SSD NVMe، گرافیک RTX 4060 8 گرافیک داره، صفحه نمایش IPS فول HD 144 هرتزی داره، پوشش رنگی 100% sRGB و 75% Adobe RGB داره. بازه 100 تا 120 میلیونی. خب رفتیم سراغ غولا. لپتاپ MSI Sword 16HX با کورای 7 13700HX، فرکانس پردازنده 2.1 تا 5 گیگاهرتز، 24 مگ کش، 16 هسته 24 رشته، رم 32 DDR5، حافظه 2 ترابایت SSD M2، گرافیک RTX 4070 8 گیگ، صفحه نمایش 16 اینچ IPS QHD 240 هرتز، دامنه رنگی 100% sRGB. این لپتاپ شدید ارزش خرید داره، حتی تو باز قیمتی بالاتر از خودشم بازم میتونه خودشو برسونه. واقعا این عالی و همه چی تمومه، از بدنه گرفته تا صفحه نمایش همه چیش عالی و پرفکت و درجه یک نسبت به قیمتش خیلی خوبه. خب بریم بازه قیمتی بالاتر، بازه 120 تا 140. لپتاپ HP اومن گیمینگ 16، CPU کورای 7 14700HX، فرکانس پردازنده 1.5 تا 5.5 گیگاهرتز، 33 مگ کش، 20 هسته 28 رشته، رم 16 DDR5 با فرکانس 5600 مگاهرتز، حافظه داخلی 1 ترابایت SSD M2، گرافیک 4070 8 گیگ، صفحه نمایش IPS فول HD 164 هرتزی، حداکثر روشنایی 300 نیت، پوشش رنگی 100% sRGB. این لپتاپ به خاطر اینکه یک نسل از لپتاپ قبلی که معرفی کردم بالاتره، یکم حالا گرونتره به خاطر اینکه اون نسل 13 این نسل 14، فقط به خاطر همین گرونتره. میریم برای بازه قیمتی آخر 140 تا 160. مکبوک پرو M3 پرو، پردازنده M3 پرو 11 هسته‌ای، 16 هسته NPU، 18 گیگ رم، حافظه داخلی 512 SSD، گرافیک 14 هسته‌ای، صفحه نمایش 14.2 اینچی لیکوید رتینای XDR 120 هرتزی، روشنایی 1000 نیت در حالت XDR، روشنایی 1600 نیت در حالت HDR و روشنایی 600 نیت در حالت SDR. وای از این صفحه نمایش، پشتیبانی از 1 میلیارد رنگ. من واقعا بعید میدونم تو لپتاپ هایی که معرفی کردم کسی اصلا لپتاپ نزدیک به این صفحه نمایش شده باشه. البته بستگی به نوع استفادهتون میتونید برید سراغ مک، اگرم که مک نیازتون نیست میتونید برید سراغ لپتاپ‌های دیگه. لپتاپ‌هایی که معرفی کردم از رنج قیمت 70 به بالا ارزش خرید بالاتری دارن و زیر اونا خیلی چیزای مناسبی نیستن، فقط برای کاری سبک ساخته شدن و بعضیشون حتی از گوشی دست خودتونم میتونن ضعیف‌تر باشن. خود من به شخصه لپتاپ MSI رو واقعا عاشقش شدم، یعنی واقعا هم سخت افزار خوب، گرافیک خوب، صفحه نمایش خوب، RGB درجه 1، اصلا همه چی تموم بود، خیلی قشنگ بود. من خودم به شخص عاشق شدم، حتی فکر این افتادم که لپتاپ هم بفروشم برم اونو بخرم. واقعا در لپتاپ درجه 1 بود تو رنج قیمت و من حتی 2 تا لپتاپ بالاتری هم که معرفی کردم انقدر مثل اون منو جذب خودش نکرد. لایک و کامنت حساب یادتون نره. دمتون گرم تا آخر ویدیو دیدین.